سلام دوستان، خیلی خوش اومدید. امروز همراه شما هستیم با آموزش پایه تغییر پورت SSH و فعالسازی SSH کی. خب دوستان، بریم سراغ آموزش. اما قبل از هر کاری فراموش نکنید که چنل یوتیوب هیدیفای رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از آخرین ویدیوهای آموزشی با خبر باشید. خب به گیتاب هیدیفای میریم. ریپازیتوری هیدیفای منیجر، سربرگ ویکی و قسمت همه آموزش ها. اول از همه به قسمت آموزش های پایه برید و آموزش اتصال به سرور از طریق SSH. خب من یه سرور تهیه کردم اینجا و قراره با SSH بهش متصل شم. برای ویندوز شما پاورشل یا ترمینال خواهید داشت که بازش کنید. طبق گفته گیتاب هیدیفای شما باید از دستور SSH یوزر خودتون که معمولا روت هست، در بعضی جاها ممکنه اوبونتو باشه ولی بیشتر جاها روته، و آی پی آدرس سرورتون. خب اینجا اگر فلگ پی رو بزنید و پورت 22 رو بزنید که پورت پیشفرض SSH میتونید متصل شید. اما اگر هم نزنید این به صورت پیشفرض از پورت 22 استفاده میکنه. خب میبینید که اینجا میاد از من فینگرپرینت میخواد یا همون کلید عمومی سرورمو یس میزنید و بعد از اون پسورد میخواد. خب من وارد سرورم شدم و در اینجا میبینید که به من اخطار احراز هویت با پسورد رو میده. خب من الان به سرورم متصل شدم و قراره که پورت SSH خودم رو عوض کنم. از منوی هیدیفای خارج بشید، به بخش ویکی برید. در بخش ویکی نحوه تغییر پورت SSH روی سرور رو باز کنید. بعد از اون طبق گفته ویکی باید فایل پیکربندی SSH رو باز کنید و تغییراتی در اون انجام بدید. در قسمت پورت دستور رو کپی کنید و فایل رو باز کنید. خب در قسمت پورت شما میبینید که با گذاشتن هشتگ اینو کامنت کردن. هشتگ رو پاک کنید. سعی کنید در انتخاب پورت SSH پورت های بالای 1000 انتخاب کنید، چون بعضی از پورت های ضروری خود سرورتون هستن، مثل 53 یا 443 یا 80 که توسط هیدیفای استفاده میشن و 53 هم مربوط به DNS های شما. میتونید از هر پورتی که میخواید استفاده کنید، اما ترجیحاً بالای 1000 باشه. داخل آموزش پورت 2022 رو گفتن، اما من برای که شما آموزش بهتری داشته باشید از 2020 استفاده میکنم. با زدن کنترل S فایل رو ذخیره کنید و با کنترل X از ادیتور و فایل خارج بشید. بعد از اون نیازه که سرویس SSH رو ریستارت کنید. با دستور sudo systemctl restart SSH اینو ریستارت میکنیم. خب سرویس ریستارت شد. اما اگر ما بتونیم با نتستد گریپ کنیم اون پورتو، باید اون پورت لیسن شده باشه. پورت 2020 رو من گریپ میکنم. خب میبینید که لیسن. و در نکته بعد اینی که ممکنه شما روی سرور خودتون فایروال داشته باشید مثل آی پی تیبل و باید این پورت رو به آی پی تیبل معرفی کنید تا اجازه ورود و خروج رو به شما بده. اما خب من ندارم، ولی خب برای که دستور رو ببینید انجام میده. دستور رو کپی کنید توی فایل تکست. قسمت پورت 2022 رو به پورت خودتون تغییر بدید و داخل سرور قرار بدید. اینتر کنید. خب اگر فایروالی داشته باشید داخل سرور، پورت جدید بهش معرفی شده
و بعد از اونم نیازه که اگه فایل های رولز رو خواستید به روزرسانی کنید با دستوراتی که گذاشته شد. اما خب چون من فایروالی ندارم داخل سرورم، تا اینجا کار رو انجام دادم و پورتم عوض شده. خب برای امتحان من از سرورم با زدن دکمه کنترل دی دیسکانکت میکنم و این سری با دستور SSH user root @IP سرورم متصل میشم. اگر اینتر رو بزنم از پورت دیفالت یا همون 22 استفاده میکنم. خب میبینید که با پورت 22 نتونستم متصل شم. بعد از اون دوباره دستور بنویسید SSH root @IP سرورتون و این سری از فلگ پی استفاده میکنیم تا پورت جدید رو بهش معرفی کنیم 2020. خب میبینید که از من پسورد خواست و من میتونم به سرورم SSH بزنم. خب تا اینجا ما آموزش اولو که متصل شدن به سرور بود و انجام دادیم، بعد از اون تغییر پورت رو انجام دادیم. اما آموزش بعدی ما غیر فعالسازی پسورد برای ورود به سروره. خب اون آموزش رو باز کنیم. غیر فعال کردن دسترسی با پسورد در SSH بازش کنید. خب میبینید که گام بندی شده. گام اول اینه که یک کلید تولید کنیم، یک کلید برای SSH مون تولید کنیم، اما این قسمت رو باید روی کلاینت خودمون انجام بدیم. اینو کپی کنید. دقت کنید من از این منو خارج نمیشم، از این اخطار خارج نمیشم تا شما اشتباه نکنید. ترمینال دیگه ای باز کنید. داخل ترمینالی که روی کلاینتتون باز کردید باید یک کلید ایجاد کنید یا یک کی. دستور رو که کپی کردید اینتر کنید. به شما میگه اگه مسیری میخواین برای کلیدتون بهش بدین، اما از مسیر پیش‌فرض استفاده کنید خیلی بهتره. اینتر کنید. در اینجا از شما پسفریز میخواد. پسفریز یه سری عبارت ها شما میتونید بدید که با کلید خودتون ترکیب بشه و امنیتش رو بالا ببره، اما خب خود کلید امنیت کافی رو داره و نیاز به این کار نیست. دوباره اینتر بزنید و از این مرحله رد شید. خب کلید من تولید شد. حالا باید این کلید رو با دستوری که داخل گیت هاب گفته به سرور خودم منتقل کنم. دستور رو کپی کنید داخل فایل تکست، چون نیاز به یک سری تغییرات. در اون قسمتی که نوشته SSH username شما روت قرار بدید، یا گفتم اگر سرورتون یوزر دیگه‌ای داره مثل اوبونتو اون رو قرار بدید. در قسمت your server IP سرور خودتون رو قرار بدید. خب تا اینجا ما تقریبا کار رو انجام دادیم، اما چون پورت SSH خودمون رو عوض کردیم نیازه که با فلگ پی پورت جدید رو بهش معرفی کنیم. پورت 2020 رو که من انتخاب کردم. خب اینجا دستور رو کپی میکنم و داخل سرور خودم، داخل کلاینت خودم میزنم. در قسمت کلاینت هم دقت کنید دستور رو میذارم و اینتر میکنم. اینجا از من رمز میخواد، رمز سرورم رو میزنم. خب کلید با موفقیت به سرور من انتقال داده شد. بعد از اون داخل آموزش گفته که برای آزمایش یه بار باید به سرور خودتون متصل بشید. خب طبق روال از سرورم دیسکانکت میکنم، از منو در میام و از سرورم دیسکانکت میکنم. خب اینجا میزنم SSH root @IP سرورم. دوباره دقت کنید فلگ پی و پورت جدید. اینتر میکنم. خب ببینید بدون گرفتن پسورد من وارد سرور شدم و آزمایش رو با موفقیت انجام دادم. اما گام بعدی اینه که ما بیایم این اخطار روی ورودی سرورمون رو حذف کنیم.
من ترمینال سمت کلاینت رو ببندم که دیگه نیازی ندارم. خب طبق گفته گیتاب ما باید دوباره به فایل پیکربندی بریم و به دنبال این عبارت بگردیم. فایل پیکربندی رو با دستوری که گذاشته شده باز کنید. از منوی هیدیفای خارج بشید. خب فایل پیکربندی رو باز کنید. به دنبال اون عبارت گفته شده بگردید. خب اینجا اون عبارت رو هشتگ رو پاک کنید تا از حالت کامنت در بیاد. قسمت yes رو به no تغییر بدید. با زدن کنترل S اون رو ذخیره کنید و با زدن کنترل X از ادیتور و فایل خارج بشید. خب بعد از این نیازه که ما سرویس SSH رو دوباره راه اندازی کنیم. پس دستور رو کپی کنید تا سرویس رو دوباره ریستارت کنیم یا راه اندازی کنیم. داخل سرور خودتون بذارید و اینتر کنید. خب سرویس SSH دوباره راه اندازی شد و برای آزمایش آخر هم که این ببینیم آیا این اخطار رفع شده دوباره کنترل دی بزنید و از سرورتون دیسکانکت کنید و دوباره با همون دستور SSH root IP سرورتون دقت کنید پورت جدید با فلگ پی و اینتر. خب میبینید که من به سرورم بدون پسورد و بدون دیده شدن اون اخطار وارد شدم و این آموزشم کامل انجام دادیم بود. امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید و فراموش نکنید که کانال یوتیوب هیدیفای رو سابسکرایب کنید. موفق باشید.